سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما خیلی مهم و مفید است. بعضی از افراد در تمام وجود خود علائم دارند، یعنی سردرد هستند، گنگسیت دارند، خستگی و کسالت دارند، وجودشان گرم میآید، هضم درست ندارند، جذب درست ندارند و حتی تخلیه نادرست دارند. وقت ما به حیث دکتر وجود میبینیم تمام تحقیقات نرمال، تنها فشار مریض پایین است. خب چگونه فشار پایین سبب بروز علائم در جهاز هاضمه می گردد؟ Hypertension and GI manifestation. ببینین فشار پایین کدام وضعیت میگه؟ زمانی که در وجود فشار بالا یا سیستولیک بلد پرشر پایین تر از 90 میلیمتر ستون و سیماب شد و فشار پایینی ما یا داستولیک بلد پرشر پایین تر از 60 میلیمتر ستون و سیماب شد. این وضعیت به نام فشار پایین یا هایپرتنشن یاد میکنیم. چگونه فشار پایین میتونه علائم در روده و جهاز هاضمه ما سبب بگرده؟ ببینین زمانی که فشار پایین شد، فشار در داخل شریان ها را هم پایین میکنه، یعنی مین آرتریال بلد پرشر یا مین آرتریال پرشر. اختصارش هم ماپ. میبینین زمانی که قلب ما میتپه، در انقباض و انبساط قلب یا در تپش قلب یک نوع فشار در داخل شریان ها وارد میشه که به نام ماپ یاد میشه و توسط این فشار باید خون که حاوی اکسیژن و مواد غذایی است به تمام حجرات بدن ما برسه. زمانی که فشار پایین بود، ماپ یا فشار در داخل شریان کمتر شد. پس چی صورت میگیره؟ insufficient blood flow to body tissue. فشار پایین سبب پایین تر شدن فشار در داخل شریان ها شد و ای پایین بودن فشار بالاخره سبب شد که به حجرات بدن ما خون کافی نرسه. خب در این خون مواد غذایی یا نیوترینز موجود است و از همه مهم اکسیژن موجود است. خب بر یک لحظه اگر فکر بکنیم بر حجرات وجود ما، خصوصا حجرات جهاز هاضمه، اکسیژن و مواد غذایی نمیرسه، آیا میتونه به درستی فعالیت خود انجام بده؟ نه خیر. فشار پایین چگونه میتونه روده را و معده را محاصره بکنه؟ دقیق روی می وضعیت گپ میزنیم. خوب زمانی که فشار پایین شد، وجود ما، سیستم عصبی مرکزی ما توسط سیستم عصبی خودکار به نام اتونومیک نروس سیستم یا ANS و بالخصوص توسط پاراسمپاتیک نروز سیستم عصبی مرکزی فعال شده و توسط سیستم عصبی خودکار ما چی میکنه؟ در فشار پایین باید ارگان‌های حیاتی را نگذاره که صدمه ببینه. کدام ارگان‌ها؟ قلب، شش یا لنز، کدنیز و از همه مهم برین. یعنی مغز ما در وضعیتی که فشار پایین است نمیگذاره که به بعضی از قسمت‌های وجود ما صدمه برسه، خصوصا قسمت‌های حیاتی. در اینجا چی میکنه؟ ویزو کنسترکشن. رگهای خون در تمام وجود، خصوصا در سپلانکنیک سرکولیشن امو جریان خون است که در روده های ما جریان داره و در اونجا سبب خون رسانی و سبب تمویل مواد غذایی و اکسیژن میگردد. وجود با فشار پایین روبرو شد. مغز هم به خاطر تقویه و جلوگیری از آسیب به ارگان‌های چون مغز و شش و قلب و کدنی یا گرده و سایر ارگان‌های حیاتی خون روی جریان‌های دیگی که در وجود است کم می‌سازد توسط پروسه به نام ویزو کنسترکشن. در اینجاست که جهاز هاضمه ما به insufficient
بلد فلو مواجه میشه، جریان خون به جهاز هاضمه کمتر میشه، خصوصا به روده ها. حالا بر یک لحظه اگر فکر بکنیم، مواد غذا را خوردیم، جویدیم، قورت کردیم، آمد به میری، از میری آمد به معده. در معده باید چی صورت بگیره؟ دایجستشن، هضم. برای هضم چی ضرور است؟ حرکات، موتیلیتی، تا که این حرکات توسطش سیکریشن یا ترشحات صورت بگیره. ترشحات تیزاب و انزایم و هورمون. این حرکات و ترشحات برای چی ضرورت داره؟ به انرژی، ادینوسین ترایفاسفیت ATP بالاخره. چگونه این ATP تولید میشه؟ در موجودیت اکسیژن کافی باید تولید شده. اینجا خون به جهاز هاضمه، خصوصا به معده و روده و قسمت های دیگه که توسط سپلانکنیک سرکولیشن سپلای میشه کم میرسه، فعالیت بطیتر صورت میگیره، فعالیت کمتر صورت میگیره. وقت نان به معده آمد، عوض که هضم شوه، سبب گرنگی و سنگینی معده میگردد. علائم چون گستروپریسیس به وجود میاره. در گستروپریسیس غذا را میخوریم و غذا هضم نمیشه، استاد میمونه روی معده و گاهی اوقات دیسپپسیا، سوء هاضمه رو به وجود میاره. مریض آرقهای بدبو تند و ترش میزنه و گاهی اوقات هم استفراغ میکنه. وقتی ما به حیث دکتر تمام معاینات معده انجام میدیم، معده مطلق نرمال، ولی سلسلتاً فشار پایین تعقیب کردیم که بالاخره سببی وضعیت شده بود. موضوع دومی که در روده این مریضا ازشان شکایت داره، باد و غرغور و قبض و عدم تخلیه. وقت تحقیق میکنیم نه IBS است، نه ODS است، نه کدام زخم است، نه کدام میکروبی موجود است، ولی در مریض فشار پایین موجود است. بنا به فشار پایین خون کافی به امعای کوچک ما نمیرسه. در این کمبود خون بالاخره هایپوکسیا به وجود میاد، کمبود اکسیژن، و مواد غذایی هم فراهم نمیشه به حجرات ظریفی که در روده موجود است که هم جذب میکنه و هم نیوروترانسمیتر مواد خوبی دیگه را تولید میکنه تا که روده را به مغز مرتبط بسازه. پس زمانی که نه مریض IBS است، نه IBD، کدام زخم و عفونت و انفکشنز موجود نیست، ولی باد و غرغور شکم داره، بعد از خوردن خسته و گنگس و گرنگ میشه، نه تخلیه درست داره، نه جذب درست داره و به مرور زمان ویت لاس، وزن خود هم از دست داده یا کمبود وزن داره، و یا بعضی هایشان میخورن هرچی مواد خوب و مواد پر انرژی را ولی وزن نمیگیرن. اما ما وقتی میبینیم تمام موجود تحقیق میکنیم، هیچ دستاوردی در وجود نیست. همه ارگان ها جور، فعالیت هایشان در بعض جاها مختل و این اختلال فعالیت ها مستقیم ارتباط به فشار پایین داره، چون در این نوع مریضا بیشتر فشار پایین موجود می باشه. خوب پرفیوژن یا اینفیوژن به روده کم شد، روده فعالیت خود انجام نداد، معده هضم انجام نداد، دایجستشن اگر انجام هم داد خیلی سلو و آهسته، و روده ابزورپشنز، جذب به درستی به وجود فراهم نساخت. روده های کلان ما ایواکویشن یا تخلیه را هم به درستی نکرد. تمام تحقیقات خود انجام دادیم جز طاقت فرسایی حجرات جهاز هاضمه و عضلات لشم جهاز هاضمه، خصوصا عضلات لشم که در روده و معده و امعای ما موجود است. اینا به درستی کنتراکشن یا تقلص نمی کنن. در دیکریز کنتراکشن یا در کمبود تقلصات از اینا که سبب ترشحات باید بگرده، هیچ آسیبی به جهاز هاضمه نرسیده. میکروب هم موجود نیست، زخم هم موجود نیست. تنها علتی که موجود است عدم رسیدن اکسیژن و مواد غذایی به وجود. پس فشار پایین یا هایپوتنشن میتونه سبب بروز علائم در جهاز هاضمه بگردد. کدام علائم؟ علائمی که بیشتر فانکشنال است، یعنی اگر در معده اندایجستشن موجود است، غذا هضم نمیشه، گاهی اوقات آب ترش و تلخ به دهن میاد، بعد از خوردن گنگس میشه، میپونده معده، دمش داره، و در تخلیه هم باد و قبض و غرغور و دردهای دور و بر شکمی داریم. تحقیق میکنیم نه معده دخیل است و نه کدام IBS موجود است، نه IBD موجود است. تنها دستاورده که در مریض است همون فشار پایین. فشار پایین
جریان خون به حجرات وجود ما کمتر می سازه و در نتیجه اکسیژن و مواد غذایی کمتر می رسه. در پهلوی یک خستگی مزمن و کسالت مزمن و درد تمام وجود یا دردهای عضلاتی GI manifestation یا علائم در جهاز هاضمه هم به وجود میاد. چیزی که خیلی مهم است و رویش باید فکر کنیم، در این وضعیت اکثر مریضا را متاسفانه میبینیم برای معالجه از انبار از آنتی بیوتیکا استفاده کرده. خوب چرا؟ گاهی برش گفتن که شما اچ پایلوری هستین یا خود از اینا باور داره که ممکن اچ پایلوری باشن، گاهی اوقات معاینه کرده مثبت بوده و یا هم بعضی هایشان ادویجات انتی دیپرسنت یا دواهای ضد افسردگی را استفاده میکنن، چون وقتی مریض میره بار نزد دکتر یک شکایت حقیقی داره، دکتر هم میبینه لابراتوار همه چیز نرمال است، فکر میکنه مریض روانی است و دواهای انتی دیپرسنت شروع میکنن. اینجا باریکی موضوع چی است؟ فشار پایین یا هایپوتنشن سبب دوام علائم در جهاز هاضمه شده. تا که هایپوتنشن تبدیل به نورموتنشن نشه یا فشار پایین خود معالجه نکنیم، نمیتونیم توسط انتی بیوتیکا و هر نوع معالجه دیگه از این وضعیت براییم. متاسفانه دو موضوع دیگه که بعد از معالجه با این تکالیف یک جا وجود ضربه میرسانه، انتی دیپرسنت بیشتر مریضا را احتیاط ساخته با خود، بدون از او حال بعضی هایشان خواب نداره، بعضی هایشان خلق تنگی دارن و دوام دواهای اچ پایلوری تکالیف دیگه چون دس بایوسیس به اکثر مریضا سبب شده. دس بایوسیس کشتن میکروب های نرمال که یا کمبود نورمال فلورا که بالاخره این نورمال فلورا سراتونین یا ماده خوشی را تولید میکنه، وقتی کم شد قهر و غصه و تشویش و اضطراب و علائم افسردگی هم بروز میکنه. از یک طرف فشار پایین جهاز هاضمه را کوبیده بود، از طرف دیگر دوا آمد و تکلیف دیگه را هم جور کرد. خوب میاییم چرا بیشتر هایپوتنشن یا فشار پایین در مریضا موجود است؟ یکی از علتش دیکریز بلاد والیوم است. دیکریز بلاد والیوم، ببینیم اگر خون کم شد، ما انیمیا داشتیم، کم خونی داشتیم، در اون صورت هم فشار پایین ممکن است به وجود بیاید. اگر خون ریزی داشتیم، هموراج، در اون صورت هم میتونه فشار پایین به وجود بیاید. ولی اینا چیزایی هستن که بیشتر مورد توجه سکتور صحی در کشور قرار داره، به زودترین فرصت از بین میره. تکلیفی که بیشتر جی منیفستیشن به وجود میاره چی است؟ پرسیستنت هایپوتنشن یا فشار پایین دائمی برخواسته از عدم استفاده مایات، خصوصا آب. یعنی خلاصه مریض او نمیخوره یا آب کافی نمیخوره، مایات کافی نمیخوره، والیم خون یا حجم خون کم است، فشار پایین است و این فشار پایین بالاخره تا به GI منیفستیشن بروز علائم در جهاز هاضمه کمک کرده. 3 لیتر آب در یک روز در یک شبانه روز کافی است به یک انسان بالغ. در پهلوی اینها اگر کمخوری داریم اونا را باید معالجه کنیم. بیشتر اوقات سدنتری لایف استایل، بخو بنوش خوکو و هیچ ورزش هم در شبانه روز موجود نیست. اینا میتونه سبب فشار پایین بگرده، عدم حرکت و عدم فعالیت. افسردگی های مزمن، قهر و غصه، تشویش، اضطراب، سایکوسیس، بیخوابی، کم اشتهایی، اینا همش اسباب است که میتونه فشار پایین به وجود بیاره. ولی اگر فشار پایین معالجه نکردیم، دوام کرد، در اون صورت کمک میکنه به بروز گت هایپو پرفیوژن سندروم، یعنی سندرومه که تیان جهاز هاضمه خون کافی که حاوی اکسیژن و مواد غذایی است به دست نمیاره و در اکثر اوقات متاسفانه این وضعیت به اسکیمیای جهاز هاضمه می انجامه. اسکیمیا وضعیت است که بنا به نرسیدن اکسیژن و خون یک بخش از حجرات ما میموره و باید بریم به طرف سرجری یا جراحی. یعنی فشار پایین نه تنها میتونه علائم در جهاز هاضمه به وجود بیاره، بلکه در تمام وجود به وجود میاره و میتونه سبب جراحی هم بگرده. بهترین معالجه وقایه است، جلوگیری است. اگر آب کافی بخوریم، ورزش در شبانه روز داشته باشیم و اگر بتانیم
از استرس دورتر زندگی بکنیم و اگر استرس یا تشوشات روحی و روانی داریم که علتش پیدا کنیم و علت برطرف بکنیم، بهترین معالجه را به جهاز آزما کردیم. عوض خوردن انتی بیوتیک ها و مسکن های آخوناخ بهتر است او مراجعه کنیم و جهاز آزمی خود سیراب بسازیم تا اگر فشار پایین داریم به نارموتنشن تبدیل شده و از تکلیف نجات یابیم. ممنون.